از افلاطون پرسیدند عجیبترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود. ابتدا برای کسب ثروت از سلامتیش مایه می گذارد، سپس برای پس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند. طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است. آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست، در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست. زندگی همین